سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدید. محمدم اومدیم یه ویدیو تازه بگیریم با هم دیگه. این دارم چجوری نور پردازی میکنم. مهتابی اینا رو کندم. الانم خونه آلینا اینا هم چون میرم کمپ اونجا جام یه ذره خوب نیست، نمیتونم راحت بشینم صحبت کنم. اینجا یه ذره منظرش بهتره. میخوایم راجع به چی صحبت کنم امروز؟ از اونجا که تو قایق ولمون کردن، تو اون قایق بادیا چه اتفاقاتی میافته تا ایران برای من. اونجا که تو قایق ولمون کرده بودم، تو اون قایق بادیا مونده بودیم، همه با هم اونجا مونده بودیم. این ناوچه یونان رفت و ما همونجا مونده بودیم، همینجور وسط آب. این ور نگاه میکردی آب، اون ور نگاه میکردی آب، هیچی نبود. یه چند دقیقه، نیم ساعتی، 20 دقیقه گذشت، یه دونه قایق پلیس یونان اومد از بغل ما سری رد شد، رفت اینوری و رفت. دوباره یه رو 20 دقیقه ما همینجوری آب، جا نیست، نمیتونی، همه ترسیدن، اون وسط موندی، هیچی هم نداری، فقط اون تو موندی، نمیتونی هم تکون بخوری. یعنی تکون بخوری امکان داره بیافتی تو آب، زن، بچه. بعد این قایقا اول به هم دیگه نزدیک بودیم، بعد آروم آروم اون یکی رو مثلا برد اون ور، دورتر شده، اون یکی رفته بود این ور، همینجوری مونده بودیم تو آب. یه 20 دقیقه که گذشت ما این قایق یونان رو دیدیم، بعد دیدیم داره از اون ور میاد، یه قایق هم دنبالش. اینو که من دیدم قایق دنبالشه گفتم وای. قایقی که دنبالش بود ترکی روش نوشته بود. گفتم اینا برگردوندن ما رو ترکیه. یعنی حالم خراب، داغون. یعنی اون صحنه رو دیدم فهمیدیم آوردنمون ترکیه و بدبختی شروع شد. اومد و انگار که این قایق یونانه، چون یونان و ترکیه با همدیگه خوب نیستن دیگه، روابط سیاسیشون خوب نیست، اینجوری به همدیگه آلار میدن، میره تو خط مرزیشو برمیگرده، اونم یه قایق دیگه دنبالش. قایقه که اومد رفت، این از مرزشون رفت بیرون، اومد بعد دور ما گشت، وایساد، فیلم گرفت، عکس گرفت، بعد صحبت کرد، گفت از کجا اومدید. اینا رفت و یک ساعت بعدش یه دونه حالت کشتی، یا شاید هم بشه بگی ناو جنگی، ناو مثلا جنگی که نمیشه بگی، چون ناو یونان پر از اسلحه و تفنگ و این چیزا بود، ولی اینا رو نداشت. یه دونه ناو حالت کشتی تور واسه ترکیه اومد سمت ما، اومد بالا ترکیه، اومد سمت ما، اینجوری تناب انداختن، بعد تناب میگرفتی میکشیدی، میمدی میچسبیدی به همین کشتی توره. بعد چیز داشت، پله های تنابی، از اونا میرفتی بالا. رفتیم بالا، کاپیتانش اومد شروع کرد صحبت کردن که ترکی میتونه صحبت کنه. من صحبت کردم، بعد اومد گفت با داداشم و چی شده و چه اتفاقاتی افتاده. خیلی خوب با من صحبت کردن، بعد همه رو نشونده بودن. زیادم یعنی اون لحظه اذیتمون نمیکردن، هیچ چیزی نگفتن، نشوندن و گفتم وایسید حالا صحبت میکنم. بعد اومد با من وایساد، صحبت کردم و وایساده بودم بغلش کاپیتان اون جایی که هستیم. اومد و داشت سیگار میکشید. اومد گفت چی شده؟ گفتم ما 5 روز تو دریا بودیم و این اتفاقات افتاد و ما رو برگردوندن و اینا خیلی بدن و شروع کردن فحش دادن. و قبلا بین جنگ ترکیه و یونان، وقتی یونانیا حمله کرده بودن به سمت ترکیه، ترکا یونانیا رو که وقتی شکست میدن، این سربازاشون رو میبندن و دست و پاهاشون رو میندازن تو دریا، غرق میشن. بعد گفتم خوب کاری کردید و این کارو باشون کردید. منم اعصاب داغون. بعد اینم خندید، منم پررو شدم، گفتم یه سیگار داری بدی به من؟ گفت بگردی اومدی اردو، الان میندازمت تو دریا، 82 نفرمون بشه 81 نفر، کی میفهمه؟ برو بش. اینو که من گفتم اصلا این خیلی مهربون بود، یه دفعه جن زدش، خندم گرفته بود. یه دونه هم لغت به من زد، گفت برو بشین اونجا. نشستیم یه نیم ساعت 40 دقیقه، رفتش و این به سمت همون خاک ترکیه داشت میره. رفت و اینا رو الان دارم اینجوری تعریف میکنم، اون موقع خیلی بده و بخواید مثلا حس منو درک کنید. این نیم ساعت 40 دقیقه رفت سمت مارماریس. همون سمت شهرهای بدروم و ازمیر، اون سمت هست پایین نقشه. رفتن و یه جایی ما رو بردن، حالت همین یه چیز ساحلی، پلیس ساحلی بود.
اونجا وایستادیم و یه اتوبوس اومد. اتوبوس ما رو برد توی شهر. رفتیم توی شهر و تو شهر یه جا دیگه ما رو اتوبوس آورد نگه داشت. یه راهی بود این بر ساحل بود، خب یه راه حالت راه رو طور در نظر بگیر، پیاده رو. خب ولی پشت این همون پلیس حالا دریایی یا هر چیزی که بهش میخوای بگی، همچین چیزی بود. اینا کاپیتان خیلی هم من اونجا سوال پرسید این راننده قایق شما که کاپیتان قایق شما کی بود؟ گفتم من نمیدونم. اون مصری ها اونجا بودن، اون دوتا هم میدیدن. یه پسر همسن و سال خودم بود. ما قبلا که رفته بودیم روی عرشه کشتی، رفتیم گفتن شب شده مثلا میتونید بیایید و دعوا و درگیری و اینا داشتیم. رفتیم یه دونه از بچهای شیرازی که با من بود این چیپس داشت میخورد. بعد این به ترکی گفت چیپس چه طعمیه؟ این هم موقع مد شده بود میگفتن چیپس میخوری. بعد این فکر کرد چی میگه، خب مثلا اونجوری میگه متوجه منظورش نشد. بعد برگشت بچه گفت داشاق یورسون، یعنی داشاق میخوری. خب بعد باش صحبت کرد اینا. این اونجا اصلا نرفته بود به من، خیلی آدم چیزی بود دیگه، بد جواب داده بود و اینا. اونجا هم که کاپیتان قایق ما بود نمیشد مثلا چیزی بهش بگی، هیچی منم بهش نگفتم. گذشت آقا اینا هی هم من میپرسیدن این کاپیتانه کیه؟ من هی میگفتم، برمیگشتم اینو نگاه میکردم میگفتم یراق یورسون. بعد این التماس هم میکرد تو رو خدا هیچی نکن اینو. حالا تو اون راه موندیم، ما بودیم، کردها بودن، کردهای عراق، افغان، ایرانیا. من وایستادم مثلا برای ایرانیایی که نمیتونستن اسم و ایناشونو بگم گفتم یه ذره ترجمه میکردم. این کاپیتان هم نشسته بود دقیقا راهرو دیگه. خب دو تا ردیف شده بود، یکی این ورش نشسته یکی اون ورش، مثلا 50 نفر اون ور 50 نفر این ور نشسته بودن اینجا. بعد منم حالت مترجم طوری کمکشون کردم. هی هم من اینجا هم میپرسیدم میگفتن که این کاپیتان کجاست؟ اینم نشسته بود دقیقا ردیف روبروی. هی بهش میگفتم یراق یورسون. اینم ترسیده اینجا. از خیلی ها پرسیدن که کاپیتان کیه، هیچکی نگفت. حالا اونجا بودیم دونه دونه اسم و آدرس ها همه چیزا از کدوم کشور اومدی و پرسیدن از ما اینا رو همه رو دونه دونه پرسیدن که از کدوم کشور اومدی. حالا اینجا یه تقلبی میتونستن ایرانیا بکنن. خب چیکار میکردن که میگن ایرانیا خودشونو میزنن به افغانی بودن، افغان میگن هستیم؟ فقط تو ترکیه جوابه. تو ترکیه چون کشورهای دیگه حتما مدرک میخوام واسه پروسه و پناهندگی اینا، ولی ترکیه ذره به افغان ها ساده تر میگیره، دیپورتشون نمیکنه، چون حکومت افغانستان اینا رو قبول نمیکنه. اینا هم نمیتونن دیپورت کنن، مجبورن مثلا ولشون کنن یا برن توی کمپ پناهنده یه اقامت بگیرن، اقامت ترکیه رو بگیرن کار کنن. اونجا ایرانیا بعضیاشون میتونستن بگن که ما افغانیم، یا قیافه هاشون بخوره به افغان ها، یا مثلا بتونن اداشو در بیارن. من که مدارک داشتم، یعنی اثر انگوش میدادم میمد بالا. من اصلا این کارو نمیتونستم بکنم، میدونستم. اونجا اون امین بود با هم بود. امین گفت من اسمم خداداد عزیزی، خداداد. گفت من خدادادم. تو همین اینجا همه اسم رو گرفتم. بعد فکر کنم ما 5 روز اونجا دریا بودیم، اونجا که نمیتونستیم چی بخوریم. یه روزم اونجا بودیم تو همون گرفتنمونو تا بیارنمونو. خب بازم هیچ چی نخوردی، استر پات رو زمین نبوده. رسیدیم اینجا همه تلو تلو این دریا رو میزنیم. بعد گرمای زیاد، همه گردن مردن ها اونجا سوخته، دست و آفتاب شدید. بعد هیچی هم به ما نمیدن بخوریم، داریم قش میکنه، تشنگی نمیشه صحبت کرد، انقدر خشک بودیم هممون. بعد که همه رو، یعنی همه اطلاعات رو گرفتن، یه بار اولین بار که اطلاعات گرفتن آوردن غذا، یه پاکت هایی بانه UN. خب از این پاکت ها به همه یه دونه دادن. تو این پاکت ها یه دونه آب بود، یه دونه ساندیستور آب میوه با یه غذای کنسروی و یه تیکه نون. خب یه چیز ساده. و همه اون غذاها دادن. دوباره 1-2 ساعت اونجا نشستیم و دوباره یه اتوبوس دیگه ما رو اومد سوار کرد. همه هنوز با همین، همه این اکیپی که با هم بودیم سوار کرد، ما رو بردن یه کمپ موقت
توی یه جنگل 7-10 تا کانکس بغل همه، هر کی رفته توی یه کانکس، هر اکیپ مثلا 10 تا 15 تا رفتیم توی کانکس. کسی هم نبود اونجا، 2 تا مأمور کلا بود که حواسشون بهمون بود، چیز خاصی نبود اونجا. 2 روز 3 روز موندیم اونجا. حالا مثلا چیکار میکردن؟ از همین غذاهای یوئنی یه وعده به ما میدادن، اگرم کسی پول داشت به این مامورا میتونستی پول بدی، خب که مثلا برات یه چیزی بخرن، نمیدونم دونری بخرن، وسیله‌ای بگیرن، واسه بچه ها برن آب میوه و خوراکی بخرن. این کارا رو میکردن اونجا. دوباره ما با این اکیپ کردهای عراق دوباره درگیر شدیم. یعنی یه دختری رو اذیت کرده بودن از بچه‌های ایران و دختر خانم‌های افغان بودن. خیلی اینا اذیت میکردن دیگه. تو این راه‌ها همه نباید دکتر مهندس باشن، از هر نژاد و هر مدل آدم خلافکار، هر جوری آدم تو اینجا هستش. یعنی توقع باید داشته باشی که هر آدمی اینجا ببین. ما با اونا درگیر بودیم فلان، یه سر موندیم اونجا، ولی خیلی خوش گذشت چون راحت بودیم و آزاد. بعد چند روز رسیده بودیم یه جا تونستیم بخوابیم. خوب بود. روز دوم اومدن انگشت نگاریمون کردن تو همونجا. انگشت نگاریمون کردن، تک تک انگشت نگاری میکردن، از کجا اومدی، کدوم کشوری، هر کسی هم که دروغ میگفت حالا نمیفهمیدم. من که انگشت نگاری کردم چون مدرک داشتم ترکیه، سریع اطلاعاتم اومد بالا، همه چیمو یعنی نوشته بود، یعنی پسوند فامیلی منم اومده بود بالا. موندیم اونجا و شد فرداش اتوبوس، یعنی تا میخوام بگم تا لحظه آخری که ما با این کردا بودیم درگیر بودیم. توی صف هم حتی ما با اینا دعوا کردیم، دوباره بزن این اونو بزن، این اینو بزن و اینا. سوار اتوبوس شدیم. چند ساعت که رفتیم بردنمون یک شهری به اسم مولا. یه لحظه میخوام یه چیزی بگم. لطفا این ویدیو لایک و سابسکرایب کنید، چون هر کسی که به هر طریقی ترکیه بخواد غیر قانونی، چه هوایی باشه، چه دریایی باشه، چه زمینی باشه، اگر بگیرنش، از این به بعد یکیه پروسش که دارم تعریف میکنم. یعنی شاید جاش و شهرش و اینا فرق کنه، ولی روال کار همینیه که میگم، همین اتفاقات میافته برای هر کسی. پس نیاز به حمایتاتون دارم. بردن اون شهر کجا؟ مولا. یه جای مولا اولا گریگون در مرکز، یعنی تو اینترنت هم بزنید میاد. رفتیم اونجا چندین خونه آلینا اینا. بعد چندین ساعت اونجا وایسادیم تو حیاتش. خب تو حیاتش یه عالمه اکیپای مختلف از هر جا گرفته بودن و اومده بودن اونجا. همونجا اصلا کردا رو توی اونجا راه ندادن. خب کردا افغانا رو راه نمیدن. اونا ایرانی هم که گفته بودن، مثل امین رفیقم، 2 تا از بچهای ما گفتن که ایرانی بودن، گفتن ما افغانیم. افغانا هم مثلا کمکشون کردن، بهشون رسیدن که مثلا کسی نفهمه، میگفتن اینو بگو اونو بگو، اگر پرسید کدوم شهر بگو من از این شهرم. با هم دیگه اکیپ شدن، مچ شدن. اونا هم گفتن افغانن. 2 تاشون رفتن، یعنی افغانا کرداری که همونجا دیپورت کردن، یعنی یه اتوبوس 2 تا نون خشک و آب و اینا میفرستادن عراق. کردای عراق و عراقی ها رو همونجا دیپورت میشدن، ولی ایرانیا میمدن داخل. اون افغان ها هم که با ما بودن، اون ایرانی ها هم که الکی گفته بودن، اونا هم رفتن. ما رو نشوندن اونجا، داد بیداد، بشین بیا، میگشتنت قشنگ. قشنگ یه جایی بود مثل این دستگاه فرودگاه اینجوری میزنن، خب که میگردنتون. این اونا گشتن و رفتیم. هیچی رو نمیشد ببری داخل، فقط فکر کنم ما هم لباس و در به داغون، اون لباسایی که دارم میگم وسایلمون هم نذاشته بودم برداریم. لباسا در به داغون، وسایل مهم مثل اگه ما که گوشی نداشتیم، اگر هم داشتن گوشی، پول زیاد با مدارک که تو بهشون تحویل میدادی، اگر انگشتری، ساعتی، چیزی داشتی و برگشتنی میتونستی ازشون بگیری. اینجوری به ما گفتن. ما که هیچی نداشتیم، هم فقط با همین لباسا و وسایل تنمون بودیم. اینجا میخوام تعریف کنم که چجوریه. درش که باز میشه عین زندان، خب بسته میشه. اصلا چیزی شبیه کمپ نبود. سمت چپت
یه سالونه که یه زمینی داره اندازه زمین والیبال، یه دونه هم سالن داره که سقف داره. خب از این درای زندان که باز میکنی اینجوری میتونی نگاه کنی، از این عین تو فیلم ها قشنگ اینه اونا، که جای مثلا 20 نفر توش 90 نفر زندگی میکنن، چند تا تخت و یه راهروی اینجوری، اصلا راهی نیستش. بعد این دره که باز شد، فکر کن اون همه آدم اونجاست، ما با بچه و اینا ما رو 2 تا اکیپ کردن، یه دونه بعدی یه دونه این، مثلا 2 تا سالن بوده، نصفیمون تو این سالن نصفیمون سالن بعدی. دره باز شد، یه جمعیت زیادی، جمعیت خیلی خیلی زیادی اونجا، آدمی داره دست میزنه مثلا به ما خوش آمد گوی کنه به ما خوش اومد. بعد من اینا رو دیدم از همه کشورها، آفریقای فلان، یه عالمه قیافه عجیب غریب. من میگی واقعا اون لحظه ریدم تو خودم، چجوری هی ماموره میگفت برو تو، هولم میده. من این دره رو گرفته بودم نمیرفتم تو. بعد اینا دیدم نه جای خوبیه. یکی اومد ترکمن بود که مثل وکیل بند اونجا بود، 11 ماه اینجا بود. گفت بیا تو چیزی نیستش. اینا آخه نشسته بودن حالت تشکای تخت انداخته بودن روش بازی میکردن. اومدیم تو، دونه دونه سلام علیک، از کجا آمدی، از کدوم کشوری. از هر کشوری اینجا آدم بود. خب از تک تک کشورها اینجا آدم بود، مثلا از آفریقا، از تونس، مصر، الجزایر، همه کشورهای آفریقایی بود، از یمن بود، از هر کشوری که وضعشون بده و میخوان مهاجرت کنن توی این زندانه بود. بعد آدمای مختلفی رو میدیدی. مثلا چند روز که اونجا بودم یه آقایی بردم اسمش حاجی بود، این یه تخته گرفته بود، ببین چه آدمای عجیب غریبی هم میدیدی، یه تخته برداشته اینجوری دستشو گذاشته روش، خودش شنا کنه از ترکیه بره یونان. 7 روز تو دریا بود، گرفته بودن آورده بودنش، این دستاشو نمیتونست بده پایین، همه جاش این چوب خشک آوردنش اینجا در به داغون. اینجا ببین من گفتم که چقدر در فشار گرسنگی هنوز رو ماها بود. خب فشار گرسنگی از قبل، هنوز گشته این غذا درست حسابی نخوردی. تو اینجا هم چجوری بهت غذا میدن؟ صبونه یه اکمک میدن، 1/3 یه نون رو بهت میدن. خب با مثلا یه کره به مالیه، یه چیز خیلی کمی. نهار دوباره انقدر بهت نون میدن با یه چیز آبزیپایی، آبی که مثلا بیشتر سوپ داری که هیچی توش نه. شبا هم دوباره همچین چیزایی بهت میدن، غذای درست حسابی نمیدن، یعنی وعده اولو میخوری تا وعده دوم هنوز گشنته. بعد اینجا جای خوابم نیست، گفتم 80 نفر 90 نفر توی یه سالن خیلی کوچیکن. خب صبح در این سالن باز میشه، میری تو حیاتش، هر 2 ساعت یه بارم یه فندکی میارن میزنن که سیگار بکش، سیگار دونه دونه میکشن. مثلا یه چیزی از چیزای جالبی که اونجا دیدم، با بطری آب آفتاب و نورشون چیز میکردن تمرکزی، این ذره بین باعث سیگار روشن میکرد. اولین بار دیدم گفتم چه کورایی میکنن. انقدر که میموندن اونجا هیچی هم نبود این کارا رو میکنن. یا مثلا زیر تشک تخت رو میکندن باش تخت نرد درست میکردن، شطرنج با در نوشابه شطرنج، بازی ها اینجوری دونه دونه میزنی از اونا درست میکردن و این بازی ها رو داشتن. اونجا همش دعوا بود، جا کم بود سر تخت و اینا، سیاه‌پوستا با مراکشی ها دعواشون میشد. ولی در کل مثلا خیلی خیلی هم کثیف بود، در کل میشد بمونی. اینجوری من فکر میکردم 3-4 روز 5 روز که ایرانی ها میمونن تو این جور جاها، اگر مدرکی نداشته باشن مستقیم بدون هیچ سوالی دیپورت میشن ایران. خب اونجا یعنی هیچ سوالی نمیپرسن ازشون، دوست داری دیپورت چی، مشکلت چی بوده، اومدی اینجا سیاسی بودی فلان، تا دیپورت میشی. اگه اینجوری بگیرنت میفرستن مستقیم ایران. 4-5 روز که گذشت، ما این اکیپی که داشتیم اومده بودیم، ایرانیایی که داخل، همه رو اومدن دیپورت کنن، همه، یعنی از اون ور. تو این سالانه یه سالانم برای خانوما و زن و بچه ها بود، مستقیم که میرفتی فکر کن 4 تاست، روبرومون داعشیان و خلافکارا
سمت چپی دوباره یه دونه مثل ما از همه کشورها، سمت راستیه برای خانوما و بچه هاست فقط. 4 تا سالن اینجوریه اونجا که من دارم میبینم. ته تش هم میبردن در رو باز میکردن، یه رب میتونستی غذا بخوری، حالت نهار خوری بود. بعد در رو باز کردن و گفتن اینا رو باید دیپورت چی، همه رو آوردن. بعد اومدن لحظه آخرم من پرسیدن تو میخوای دیپورت چی؟ گفتم من میتونم بمونم. گفتن آره میتونی بمونی تا دادگاهشی. گفتم نه خب برن. خب برم من میمونم اینجا، نمیرم ایران. من موندم اونجا و رفتیم. خب تنها یه دونه ایرانی مونده اونجا، هیچ فارس زبونی هم نیست. من کما اینجوری در بده آقا. حالا موندم اونجا، بچه های ازبک بودن، ترکمن بودن، اومدن صحبت کردن، گفتن بیا پیش ما. فرهنگ های مختلف بودن، خود سیاه‌پوستا همشون. یعنی اگر کسی رو اذیت نمی‌کردی اذیتت نمی‌کردن، اگر مامورا رو اذیت نمی‌کردی اصلا نه میزدن نه چیزی. یه روس اونجا بود، بعد این روسه خودش میرفت مامورا رو میزد هر روز. خب این مامورا هم میمدن اینو میزدن. این انقدر پررو بود، یعنی میرفت، اسمش سرخیو بود، میرفت اونا رو میزد، میمدن میگفت در باز کن من میخوام برم. هر روز دعوا میکرد. خب میگم اگر کاری نداشتی اونا هم باید کاری نداشتن، یعنی اینجوری بود. موندم و یه هفته 10 روز موندم دوباره اونجا، 5-6 روز که اون موقع مونده بودم، یه هفته 10 روزم موندم. دوباره یه اکیپ دیگه ایرانی اومد. اکیپ اومد، با اونا صحبت کردم و از کجا اومدن و دوباره اونا یه گیم زده بودن، گیمشون سوخته بود. اینجا میخوام اینو بهت بگم، اینا قاچاقبرا یا قاچاقچی یا آدم برا همیشه خوبیاشون رو نشون میدن. مثلا گیمو نشون میده که رسیده، یه فیلم میذاره میگه فلانی ما 5 روز پیش فرستادیم رفته. خب شاید 10 تا اگر کشتی از این قایقا میرن به سمت ایتالیا، از 10 تاشون خوشبینانه ترین حالتش 3 تاشون هم نرسن، یعنی بیشترشون میسوزن. شانسیه دیگه، اینا پولشون رو ریسک میکنن میذارن تو این کار. هر 10 تا 2 تا 3 تاش هم برسه پولش در میاد، اون که اون همه پول گرفته از همه. خب اینجوریه، اینا نمیان روی خودشونشون بدن. هر چند روز یه بار یه اکیپ ایرانی میمد، من میدم رو برگه مثلا شماره هاشون رو مینوشتیم، با هم رفیق میشدیم. بعد اونجا قدیمی شده بودم، اونجا هر مثلا نمیدونم دوشنبه بود سه‌شنبه بود میمدن یه برگه میگفتن چی میخوای، اگر پول داشتی، مثلا اگر سیگار میخواستی، اگر میوه میخواستی، پول میدادی برات، مثلا فرداش یا پس فرداش می آوردن وسایل، ولی غذا نمی آوردن، فقط میوه و مثلا حله هوله چیپسی بخوای بگیری و سیگار، همین 2-3 تا چیزو می گرفتن. من اونجا بودم، زنگ زدم میثم و جواد. خب من خونه داشتیم تو ترکیه دیگه، من نزدیک یه سال ترکیه بودم. زنگ زدم گفتم برای من پول بفرستید پست کنید اینجا با پاسپورت خودم، پاسپورتم پیشم نبود. گفتم پاسپورتم هم بفرستید اینجا پیشم باشه، لازمش دارم. کارت تلفنم میفروختن، تلفن بود ما به ایرانی زنگ میزدید به هر جایی. گفتم من بمونم اونجا. کارت تلفن گرفتیم، زنگ زدم وکیل و این ورو با رئیس اونجا صحبت کنم. گفتن در بهترین حالتش تو 6 ماه تا 1 سال باید بمونی اینجا که دادگاهی بشی، پرونده تو رو رسیدگی کنن. من دیگه گفتم خب تا الان که موندم 20 روز موندم، بقیه‌اش هم میمون. دوباره ایرانی ها رفتن، دوباره من کمو میزدم میموندم، داغون میشدم اونجا. بعد اینا که وقتی میخوام بیارن تو همه رو با هم نمیارن. یادت گفتم من اول اومدم من هول میدادم میگفتم برو تو. خب مثلا 4 تا 5 تا ردت میکنن که میای از تو حیات اینجا که اسمش کمپ از زندان بدتره، همه جا سیم خوردار، حفاظ، اصلا عین یه زندان توی یه فیلم. یه اکیپی اومد، 4-5 نفر اومدن تو گفتن رفیق تو اینجاست. گفتم رفیق من کی؟ گفتن امین هست، خدا داد میگفت خودشو. دوباره رفته گیم زده گرفتنش. یعنی من تو این 20 چند روزی که اینجا بودم این رفته استانبول، دوباره همه اون مسیرها رو طی کرده که گیم بزنه، دوباره تو گیم دریایی گرفتنش. ولی گفتم 2 تا پسر بودن، اون یکی یه گیم دیگه میزنه و رد میشه، میرسه به ایتالیا، اونور میره سوئیس. دوباره امینو گرفتن.
بعد اومد از یه طرف من ناراحت، از یه طرفم خوشحالم. خب دوستمه، چند وقت من 20 خورده روز تنها بودم، اونور فارسی زبون نبود، کسی نبود. بعد امین اومد. اون موقعی که اینا اومدن این اکیپ سوم، من اونجا خب خیلی کثیف بود. بعد پوستا چون انقدر کثیف بود اونجا، همشون مریضی های پوستی گرفته بودن، روی بدنشون یه لکایی زده بود، خب قرمز شده بود، انگار پوستشون سوخته بود، اونایی که زیاد میموندن. بعد یه کرمایی به خودشون میزدن، بو گند میداد، جا هم درست حسابی نبود، رسیدگی هم نبود، همه مریض بودن، خیلی کثیف بود، چرک بود. یعنی تو دستشوییناش حتی صابون و اینا هم به زور میدادن. چرا؟ چون سیاه‌پوستای آدمایی که اونجا بودن صابونینا رو میخوردن خودکشی کنن که اگه بشه اونجا مثلا فرار کنن. نمیدونم به چی فکر میکردن، با صابون میخواستن خودکشی کنن. 2-3 بارم دیدم مثلا اینجوری میرفتن میآوردنشون میزدنشون، اذیتشون میکردن، میذاشتنشون تو راه رو که مثلا جای سرد بخوابن اذیت بشه. خلاصه یعنی انقدر وضعیت اونجا داغون بود. من خیلی 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 مریض شده بودم. بعد تنها رسیدگیشون هر 2 روز یه بار یه دونه قرص مسکن میدن. یعنی به من دست میزدید اینجا میگفت دستت اگه خیس بود این قابلمه که میزنی جوری میزدی به سر من، میگفت انقدر تب داشتم، مریض داغون. بعد امینه اومدم، من حالم بد بود، وسایل دادم به این اکیپ جدید اومده بود، میوه و خورد و خوراکی، یه زن نودل و اینا. میدونستم دیگه مثل ما چند روز تو گشنگی و سختی و اینا تا بیارنشون درکشون میکردم الان تو چه وضعیتی هست. وسایل بهشون دادم، خوردن و خوراکی و اینا، ولی خودم نمیتونستم بخورم و حالم بد. بعد امین دمش گرم اونجا هوامو داشت، زر آب جوش و فلان از این ور اون ور میگرفت میآورد میداد بهم، چون خیلی حالم بد. امین به این برگشت گفتش داداش موندی اینجا چیکار کنی؟ الان بمونی اینجا معلوم 1 ماه دیگه زنده باشی بمیری. یعنی من میخواستم بمونم، گفتم شما رو چند روز دیگه دیپورت میکنم، من میمونم. گفت بیا بریم. گفت بیا بریم بابا، بیا بریم ایران، برگرد تا امضا کن دیپورت چی بری ایران. منم به وکیل اینا صحبت کرده بودم، گفته بود 6 ماه 7 ماه میگذره که باید بمونی اینجا. گفتم خب باش منم دیپورت میشم. برگم و امضا کردم و منم دیپورت شدم به سمت ایران. حالا بستگی داره. هلو دیگه بابا برو اون بر. چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ فول کلمه سابسکرایب نه سابسکرایب پلیز نه پلیز Alina vart کوک چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ وارت فرتیک. بعد اگر تو جاهای مختلف ترکیه باشی، مثلا استانبول باشی، امکان داره با هواپیما دیپورتت کنن ایران. اگر حالا یه جا دیگه باشی امکان داره با اتوبوس بیارن. یعنی همه جور محتملی هست، بستگی به جایی که داره میگیرنه. دیپورت میشی مثل همینی که گفتم، یعنی توی کمپی میاد، شاید مثلا مدلش فرق کنه، کانکسی باشه، چون آدمایی که میمدن اونجا، اون گفتم این چند تا اکیپ که اومدن پیش من، اینا بعضیشون 10 بار دیپورت شده بودن و دوباره غیرقانونی وارد ترکیه میشدن. خب از راه‌های مختلف، یکی پاسپورتش رو عوض میکرد، یکی غیرقانونی مثلا به پلیسای ترکیه پول میداد، هر کی یه جوری دوباره میرفت میومد این تو. همشون یعنی اطلاعات داشتن. یکیشونو هوایی گرفته بودن، یه بار از استانبول دوباره دیپورت شده بود. یه پسر 13 بار دیپورت شده بود. خب شیرازی بود، اونجا اومد میشناختنش مامورا، گفتم برو که دیگه بر نگردی ترکیه، خسته شدیم انقدر تو رو دیدیم. الان انگلیسه. یعنی اونم چقدر پیگیر بود. از این با همین اکیپ من گفتم دیپورت میشی. رفتیم و یه اداره دیگه با اتوبوس بردنمون، اثر انگوش میزدی، میگفتی من مشکلی ندارم، پلیس چیزی منو نزده، اینجا مامورا اذیت هم نکردن و تو رو دیگه سوار یه مینیبوس حالت ونتوری میکردن و میفرستادن سمت ایران. سمت ایران که اومدیم، خب اونجا غذا اینا نبود. تو رستوران مثلا یه ماموراشون پولکی بودن، میگفت اگه برای منم غذا میخرید من به راننده بگم وایسه.
برای اونا غذا خریدیم مثلا که بتونیم خودمون هم غذا بخوریم. من همچنان مریض شدید. اومدیم و یعنی هر چی از سمت ترکیه تو این مسیر به سمت ایران که میاد خب هی خشک و خوشتر میشه، یعنی سرسبز بود. هی میمدیم به سمت ایران، خشکی و من دارم میبینم داریم نزدیک ایران میشیم که برسی به ایران یعنی خشک کویر. رسیدیم سمت مرز ایران که بودیم اینور مأمور منو کشید اونور، گفتش که تو مدرک داشتی بیا نمیدونم 5000 لیر پول بده من یه کاری میکنم دیپورت نشی. گفت وکیل دارید ترکیه؟ گفتم نه من وکیل ندارم. گفت من کاراتو میکنم نگران نباش. بعد شنیده بودم اینا هم پولکی هم فلان، شایدم اشتباه کردم، شایدم کارامو انجام میداد من ترسیدم. گفتم نه من پول نمیدم، پول ندارم. گفت پس میفرستمت اونور. گفت یعنی اگر پول بهم بدی شاید من تو رو اینور نگه دارم. ولی میدونی به چی فکر کردم؟ به این فکر کردم که اگر پولم بدم منو بفرستن اونور دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، پولم هم نمیتونم ازشون بگیرم. همه میگم یعنی مامورای ترکیه خیلی پولکی بودن. فرستادن اونور. من پاسپورت داشتم. من که پاسپورت داشتم یه راهی مرز بازرگان بودیم. خب یه راهرویی داره اینجوریه. خب اینور ترکیه از اونورم ایران. یه نفر از اون و اینا که بارمار میبرن دوید اومد به 2 سرباز سپاهی بودن، گفت اینا دیپورتی ها. گفت دستش پاسپورت نمیتونم چیکارش کنیم، پاسپورت دستش داره ورود میکنه. من از ترکیه فقط دیپورت شده بودم. اومدم و اینور. ولی اونایی که پاسپورت نداشتن کلا یعنی 2 نفر پاسپورت داشتن، یه ساسان بود کرمانشاهی بود رد شد، بقیه موندن اونور نتونستم بیان. منم اومدم فکر کنم مرز رد شدم، لباسا همه از 1.5 ماه پیشه. من یه لباس تنمه، بعد انقدر تو اون کمپه همون زندان انقدر اینا رو شستم رنگ و روشون رفته، در به داغون اینجا پاره، شلواره پاره. اومدم تو ایران و یه ذره پول چنج کردم و سوار اتوبوس شدم. تا اینجا داشته باشید. بقیه‌اش هم تعریف کنم چه اتفاقاتی برای اونایی میفته که پاسپورت ندارن، چجوری میان تو ایران. متشکرم ویدیوی منو دیدید. لطفا ازم حمایت کنید. هر سوالی هم داشتید لطفا تو کامنت ها برام بنویسید.